ناحیه یاوان. ناحیه یاوان یکی از ناحیه‌های ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان است. ناحیه یاوان به دو راه می شود رفت. یکم راهی نقلیات مسافربر، دوم راه آهن. به ناحیه یاوان قطاره در یک هفته 2 مراتبه می رود. از شهر دوشنبه تا به یاوان 50 کیلومتر است و از شهر باختر باشد تا این ناحیه 88 کیلومتر می باشد. این ناحیه برهوا سالهای 30 قرن 20 تأسیس یافته است. باششگاه آدمان عصر سنگ در این ناحیه قدیمی دیده می شود. مأخذهای تاریخی نشان می دهند که یاوان نام 10مین فرزند حضرت آدم بوده است. قطار کوه‌های باباتاغ یاوان را از شهر وحدت و از ناحیه رودکی جدا می کنند. موضع چنارها در این ناحیه موقع خاصی دارد. مردم می گویند که این چنارها از 1000 سال عمر کم ندارند. زیارتگاه خواجه عبدال ولی یکی از یادگاری های این ناحیه به حساب می رود. از هنرهای مردمی در این ناحیه بافندگی، دوزندگی، خوراکدوزی رشد یافته است. سیخ‌ها نیز هستند. ناگفته نماند که خوراک همچون مصنوعات آرایشی استفاده برده می شد و می شود. خوراک ها بیشتر 3 کنجه و 4 کنجه بریده و دوخته می شوند. خوراک را با 2 شکل می دوزند. یکی با دست، دیگری با ماشینه.